سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به ویدیوی امروز. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. موضوع ویدیوی امروز در مورد ریاضت صبحانه و یا تمرین صدای صبحانه می باشد. اگر شما علاقمند همونطور یک موضوع هستین، لطفاً در آخر ویدیو با ما باشید. در قدم اول من میخوایم که از تمام دوستای ما که مرا تشویق میکنن و کامنت های بسیار زیبا نوشته میکنن تشکری کنم. این باعث از این میشه که من زیادتر تشویق شوم و به شما موضوعات خوبی و ویدیوهای خوب و بهتری تهیه کنم. خب میایم در قسمت موضوع ویدیو امروز ما. همونطور که شما میفهمین در هارمونیم 3 تا سبتک وجود داره که ماندرا سبتک است، مادیا سبتک است و تار سبتک است. و اگر شما در این مورد معلومات ندارین، شما این ویدیوی بالا رو ببینین، حتما براتون به در بخور می باشه. خب این 3 تا ماندرا سبتک یک سبتکی است که صدای غور است و هر چقدر که ما به طرف تار سبتک میریم صدای ما مقدر بلند شده میره، فریکونسی صدا بلند شده میره و آواز معین شده میره. برای ریاضت صدا و یا تمرین صدا بسیار زیاد مهم است که ما ماندرا سبتک بسیار خوب ریاضت کنیم. اگر ما در آواز ما گلین ما در ماندرا سبتک پخته شد، یعنی سرار ما از این سبتک درست خوانده تانستیم، بعد از او ما در سبتک های دیگه هم به بسیار آسانی میتونیم که تمرین صدا داشته باشیم و میتونیم بسیار خوب بخوانیم. و تمرین ها را زیادتر من خودم در موقع صبح وقت اجرا میکنم و اگر شما وقت داشته باشین در صبح وقتی که آدم تمرین میکنه زیادتر تاثیر داره، زیادتر گلون آدم میتونه که در کنترل آدم شوه تایی که در آخر روز و یا مابین روز. مگر اگر کس نمیتونه در هر وقت روز که شرایط برش مساعد شد وقت داشت میتونه که تمرین کنه. خب دوستای عزیز، من تمرین قسمی میکنم که هر تمرینی که من میکنم اول من تشریح میدم که من چه رقم شروع میکنم. خب من از این ماندرا سبتک شروع میکنم و هر تمرینی که من میکنم یکی و یا 2 بار ما نوت های از اون نوتیشنش تمرین میکنم. بعد از او ما آکارش میگم و میبینیم که در شروع یعنی در ماندرا سبتک ما ریتم استفاده نمیکنیم به خاطر از اینکه صدا بسیار پخش است، صدای خود ما نوتا چون بسیار پخش است ریتم بر ما مزاحمت میکنه. تنها همراه هارمونیا تمرینش میکنیم و باز شما قسم میکنین که هر تمرینی که ما 1 بار یا 2 بار میکنیم شما او را حداقل 10 دقیقه تمرین بکنین. یعنی اول امی سیره که ما میگیم حداقل اون سر شما 5 تا 10 دقیقه امون تمرین تنها سر داشته باشین، چون اگر سر درست تمرین شد بجایش به سر بود بعد از دیگه اتومات در جایش به گلونتان میشینه، در جایش به گلون شما درست میشینه. و اگر سر جایش به گلون شما نشیشته بود و شما کوشش کردین که از او که پیشتر برین یا عقب برین، شما مطمئن باشین که تمریناتتان درست است و سرا به جای تمرین نمیشه. خب هر تمرینی که من میکنم همونطور که گفتم شما او را حداقل 10 بار تمرینش بکنین، باز بعد از او به تمرین دوم بیاین، باز همونطور آکارش و با امر تبلک تمرین میکنیم، امرای آهنگ هر چی که باشه. به خاطر از اینکه ویدیوی ما طولانی نشه من این فقط 1 بار و یا 2 بار تمرین میکنم، اما شما کوشش کنین که زیادتر تمرین بکنین. وقتی که ما در ماندرا سبتک تمرین میکنیم خوبتر است که ما از سای مادیا سبتک شروع کنیم، یعنی از سای بالا شروع کنیم و به سای پایین بریم.
از سای مد سبتک شروع کنیم به طرف سای ماندر سبتک بریم و اگر کسایی هستن که صدایشان تا آخر نمیتونه برسه، اونا مجبور نیستن که تا آخر سبتک ریاضت بکنن. در هر جایی که صدایتان میرسه تا اون قسمت ریاضت کنین، به خاطر از اینکه اگر فشار برین بالای گلون، تارای صوتی گلون التهاب میکنه و باعث از این میشه که صدایتان خراب شد، خدا نکرده. و میریم شروع میکنیم. خب شمایده 5 تا 10 دقیقه هم درست فقط سا بگوین. سا نی دا خب 10 دفعه تمرین کردیم. باز دوباره میریم 2 تا نوت یک جایی میخوانیم در می سبتک. سا نی بعد از اینکه تمرین حداقل 5 دقیقه کردیم، باز بعد از اون ما امی تمرین میکنیم 5 دقیقه یا 10 دقیقه امی تمرین میکنیم، ولی 2 نوت دیگرم از یک نوت دیگر از سر خود داشتیم، ریرم امرایش گت میکنیم از سبتک
مادیا سبتک همچون ریش هم رایش میگیریم، یک نوت دیگر به طرف بالا میریم و امی تمرین هم میگیریم. چه قسم اینی رقم سا ری دوستای عزیز، حال ما تبلرم را شروع میکنیم و لینکش به زیر ویدیو بر شما میمانم که این تبلر را میتونید شما در تلفن‌هایتان دانلود کنین و ما ریتم والتز انتخاب کردیم که تمپوش 20 می باشه و همچنان تمپو را ما از امو سا گرفتیم، یعنی از امی سی که امرای ریتم ما را امینو تارا در مادیا سبتک امرای ریتم تمرین میکنیم. Da
میبینین که شما ما سی تا نوتی از تار ثبت کامل برای خود گرفتیم، یعنی تمرین تار ثبت کامل برای خود داریم. شما چند دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه تمرین کنیم. بعد از او ما ریتم استاپ میکنیم، تبله را استاپ میکنیم و تنها امرای تمپو را تمرین میکنیم. یعنی تمپو را اینی را میگن دوستای عزیز، تمپوی تبله را به اون اندازه میمانیم و حال خود ما یکم تیزتر میخوانیم. کوشش میکنیم که همین نوت‌ها را کم تیزتر بخوانیم.
10 دقیقه باید تمرین کنیم و بعد از او حالا ما میریم یک آهنگ دمی ریتم، یکی از آهنگ‌ها رو پیدا میکنیم که دمی ریتم خوانده شده باشه و ما امور با طبله بدون هارمونی میخوانیم، ببینیم که زیادتر با ریتم چطور نوت‌ها را تک بتیم، یعنی چطور ما با ریتم بخوانیم. این مخصوص به رزی است که تمرینای ما که ما چطور سر امرای ریتم بچسبانیم. چی کنیم که ما وقتی که اگر ما این کار بکنیم، یعنی سرا به ریتم بچسبه، همچنان ما بسیار با سرا میخوانیم، یعنی هر چقدر که ریتم ما درست باشه سر ما با اندازه درست است. دوستای عزیز، حالا ما تمپوی آهنگ به می چیزی که بود میمانیم و 2 سبتک استفاده میکنیم، امی ماندرا سبتک و مادیا سبتک و یکی از خواندن‌های احمد ظاهر که دمی ریتمی که البته گفتم که استفاده کردیم ریتم والس است و دمی چیز ایده میخوانیم، دمی ریتم ما ایده میخوانیم، البته بدون هارمونی. مقصدی است که ما چطور بتونیم که سرا را در ماترهای امی ریتم یا طبله تاش بدیم. مقصد ما می است. از او خاطر ما هارمونی را استفاده نمیکنیم، فقط همراه طبله و کوشش میکنیم که درست بخوانیم شه. خواب از چشمانم ربودی، عیب وفا به وفا، قلب مرا تو شکستی، خودخواه من بگو چرا، چرا زندگی به تو بر من حرام است، ای فسونه هوس‌ها کجایی، چشم من کار اگر بعد از این من جست گیرم کسی را نشانه، جست گیرم کسی را نشانه، خواب از چشمانم ربودی، عیب وفا بی وفا، قلب مرا تو شکستی، خودخواه من بگو چرا. این بود ویدیوی امروز. امیدوار هستم که یک موضوع آموزنده بوده باشه و امیدوار هستم که ما از یکدیگه خود چیزای نو یاد گرفته باشیم. و اگر شما این ویدیو خوشتان آمد لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نکنین و لطفاً شیر کنین، ویدیوها رو شیر کنین با دیگر دوستایتان تا که همگی بتونه از این یک استفاده خوب کرده باشه. امی
چانسی که امروز ما و شما داریم از طریق یوتیوب میتونیم که برای یک دیگه خود کمک کنیم. لطفاً امیره بسیار به خوبی بتونیم که استفاده کنیم و دیگرها را دستشان بگیریم تا که اگر میخواین موسیقی یاد بگیرن، یک هابی بسیار سالم است و از نگاه مغزی انسان بسیار رشد میده، آرامش بسیار شدید برای آدم میده و ما افغان‌ها که سالها در جنگ بودیم بسیار ضرورت داریم، به آرامش ضرورت داریم و یعنی ضرورت روان، جسم و روان انسان است موسیقی. لطفاً شما کمک کنین و ویدیوها را به هر کسی دیگه شیر کنین تا که هر کس بتونه از این شرایط خوب استفاده بکنه. به ایمی امیدواری ما امی شما را تا هفته دیگه به خدا مسپارم و باید بگویم که 2 ویدیویی را که در آخر به شما میگذارم اینا را اگه خواستین حتما ببینین که اینا ارتباط داره به می ویدیوی امروز ما. خداحافظ دوستان.